ستار کنسرت بنا بانی برو سه بار هر چقدر به خود دیاری همه کتاباز دیگه انگشتا تاندونی منو که یادتون نرفته بچه‌ها، من همونی هم که قول میدادم قراره هفته‌ای 2 تا ویدیو بذارم، ولی از آخرین ویدیو که گذاشتم 2 ماه میگذره. آخرین ویدیویی که گرفته بودم مجرد بودم، ولی الان ویدیویی که گرفتم متأهلم. پس بعد ویدیوها رو با ادب‌تر ضبط بکنیم و دیگه مثل قدیم نباشیم. توی این ویدیو میخوایم در مورد خواننده ها و کنسرت هایی که فکر میکنن دارن قشنگ میخونن ویدیوهاشون رو ببینیم. پس بدون معطلی بریم ویدیو رو ببینیم. شده رپ استندآپ، اجرای رپ تو برنامه صدا و سیما. قلم هدفم سرم بره همینم و یه پو کمدینم متشم تو میانم په ناقص نقل فصل کامل بزنه ببینه بگیره فریک تیری پچیل که چی میگن ناچ نموده حرفی همتون هستی تحت تاثیر رپ من. تحت تاثیر رپ تو چی؟ خب بعدش این پسر چیزی گفت فکر کنم مثلا این پسر پیرن آبیه این یه چیزی گفت یه پو کمدینم متشم تو میانم تاش سوتی چی؟ تاش چی؟ چی گفتی؟ یه پو کمدینم متشم تو میانم تاش سوتی چی؟ نمیفهم چی میگی؟ آبر بعدی ولش کن. این ماکان بند نه؟ آقا موزیسینه اون پشت که درامره این که پشت وایساده خب اینوریه چرا اینجوری داره نگاه میکنه؟ قرمز شد. من یه ساعت بعد خرید هندزفری 60 تومانی از مترو در حال گوش دادن به بیم یاس. تصویر دریای سرخ من افسودم از تو به پهنای سایه تو اعماق نور گوسفند شام میراث قوشه که بی درد سر تنها میسازه تعالی میکنه از خونه بیزار بیگانه هیچم به لبها تنور کسی همراه نبود نه چندان صبور از این تنگناک بودم. قد شد همینم. آقایی خیلی دیجی خفنیه آقاییش. تو بزن ستار کنسرت بنا بانی برو سه بار هر چقدر به خود دیاری فشار رپ قشنگه حتی با فوشه تو بزن ستار کنسرت بنا آقا خودتو کنترل کن. خود دیاری فشار رپ قشنگه حتی با فوشه کنار همه چی رو با هم قاطی کرده سنتی و سنتی و دشستی و لباسا بگ ولی موزیک و تراپی یه جور اوه دنیا دادرسان من چقدر از این متنفرم. امشب جمعم باز بگو دارمون خوشگل خوب تو تن انداخت ولی حق داری خوب چیزیه. مردم قشنگتر صداشون. وات چه شد آخرش؟ چه اینجوری شد صدا؟ وات چقدر گوش آزاره. من اینو نمیشناسمش. وای داره میخونه میکروفون جلوش نیست. وای خدا چرا ایشون داره میخونه ولی اینجا داره میخنده؟ پس موزیک اصلی رو کی داره میخونه؟ ریدی. وای این آدمایی که رفتن تو این کنسرت اگه این وقتشون رو میذاشتن پای کاکتوس، حس میکنم که اگه اون وقت رو میذاشتم پا کاکتوس میریدم شاید یه موز میداد. لچک پروداکشن به یادت که میافتم میرم دمر میافتم تا از کمر بیافتم. به یادت میافتم دمر میافتم از کمر چی؟ نفهمیدم اصلا چی شد ولی از اصلش حس میکنم قشنگتر خوند. ولی من نمیدونم چرا دوست دارم ورژن این آهنگ رو بیشتر گوش کنم تا ورژن اصلیشو. حس بهتری دارم. اگه شما هم اینجوریت برام کامنت بذارید احساس تنهایی نکنم. همه کتاباز دیگه انگشتا تاندونی یکی نیست بپرسه آخه تو چه ایلات شدی پای نده اطفارا باز فیلم سینمایی کار کنی یا تلویزیون شاپ کنی اینقدر گنده تعریف میکنه. ببین بچه ها من فکر کنم این از این موزیکا میخونده دستشو زده شکوندهش چون تو اینجا فقط دست این مشکل داره همه دستشون سالمه. آخه این همه آدم دارش جمع شده مشخصه دارم میخوام مسخرهش بکنم میدونی تفریق کم آوردن. اینقدر گنده تعریف میکنه قدیما گنده بودیم سیزل بطیر خورده بودیم همه کتاباز دیگه انگشتا تاندونی یکی نیست بپرسه آخه تو چه ایلات شدی.
واو من اصلا میبینمش بدنم مرمور میشه، چه برسه خب موزیکش هم گوش کنم. کنسرتش چیه دیگه؟ تیم موزیکش خوبه، یعنی اگه خواننده رو حذف کنیم تیم موزیک واقعا داره خوب اثر رو مینوازه. وای وای کنسرت چیزه؟ کنسرت سامان ویلسون. ببینیم چی میتونه. چی؟ همین باعث شد از ایران نرم؟ چی باعث شد از ایران نرم؟ من متوجه نشدم. همین باعث شد ایران نرم. رفته دکتر شده؟ چرت و پرت میگه. ولی یه خوبی داره، یه خوبی سامان ویلسون داره که صدای خودش حداقل داره میخونه، پلی بک نمیکنه، میکروفون پایین باشه پشت بخونه. و من نفهمم چی باعث شد از ایران نره. همین باعث شد ایران نرم. دلیلی که باعث شد از ایران نره این بوده. اصلا رو بیت نیست کلا، ولی بازم میگم من میپسندم تا پلی بک رو. بچه من باید یه اعترافی بکنم. من بعد از نسل یک عرب فارسی فکر کنم دیگه بس سبک موسیقی ما عوض کنم، مثلا دیگه واقعا نمیتونم اینا گوش کنم. بعد برم مثلا نمیدونم لایت گوش کنم، موزیکای بی کلام دیگه گوش کنم. دیگه با اینا نمیتونم ادامه بدم. حقیقتا نظر خودم دارم میگم. کشتیه چه سیگاری میکشه. چه دودی میده پشتیه. میدونی بیشتر اون پشت دارن فکر میکنن که این کی 50 ثانیه استوریش تموم میشه ما یه نفسی بکشیم. بچه‌ها من یک کانال دومم دارم در مورد سفر و ولاگ‌های مسافرتیه. تازه هم یه ویدیو گذاشتم، حتما برید تماشا بکنید. اونجا هم کلی قرار ویدیوها و سفرهای خیلی خفنی رو با هم بریم، خیلی حرفه‌ای، با هم دیگه یه سری گشت و گذارهای باحال بکنیم. خب آقا اینجا یه مسئله پیش اومده. آقای شادمهر عقیلی سال 2009 اسم آهنگش هم سرنوشت، پایینی هم گنجی پیر اسم خواننده‌شه و اسم موزیکش زکریا. آره نمیدونم سال 2007. یعنی میگه که اینا از سمپل های هم دیگه برداشتن. چی میخواد بده تو باکسری؟ نزدیکه. آره واقعا. چی بگم بچه‌ها تا قضاوت با شما، من نظری نمیدم. این چرا اینجوری میکنه تو چیزاش؟ من نمیدونم. خدایا مرسی که من کنسرت اینا رو اصلا نرفتم. اصلا کنسرت ایرانی تا الان نرفتم. واقعا خیلی احساس خوبی دارم نسبت به این قضیه. الهی شکر. وقتی با من موزیک گذاشتم و من جلو خودمو گرفتم جواب خواننده رو ندم. برای آنابل آهنگ خونده. فردوسی و سعدی وقت شاعرهای امروزی رو میبینن. بلی اما بوسیست قعر گلویم دوچاره. از هر 3-4 تا چرت و پرتی که میگی 2-3 تاش مزخرف است. کربلا قبول باشه که دبه میده. این کیه دیگه؟ این شریعه کیه؟ این اصلا نمیشه سرش. چرا جایی که باید بپوشونه رو نپوشونده و جایی که باید باش ببینه رو پوشونده؟ بابا شما که دارید درام میزنید درامت باید توجه کنید، نه جای دیگر رو ببین.
یا اول فصل این مربی بدنسازی ما نبوده این لباس اینجوری بشده. آقا شما لگ نپوش دیگه، وسط کوچه ماشین پارک کرده. تو دستش چیه؟ دستش رو مشکی دستکش اداییاست. من نمیدونم چی بگم آقا، چه بدنی ها. نگین فضلی رپ فارسی با آهنگ من ترند شد. اصلا نگین فضلی کدوماشونه بچه من نمیشه. بعد از اینکه من موزیک رپ دادم بیرون، رپ خیلی ترند تر شد بین مردم، خیلی بیشتر شد. این نگینه من نمیدونم رپ میخونم اگه این برگام ریخته رپ یهو دیس کردن منو، رپ یهو ترند شد. آها دیس کردن ترند شد. ببین تو میگی که از رپ کردن من ترند شد، دیست کردن ترند شده. یعنی من بهت بیشتر مردم دوست داشتن. ولی خب به قول تتلو واقعا کاش به جای اینکه انگشت اتهاممون رو بگیریم سمت اون که رفته یه زحمت کشیده تا جامعه رو یکم واسه جامعه کاری بکنه، بدون که فقط واسه جامعه چیکار کرده بچه‌ها؟ من نمیفهمم واسه جامعه چیکار کرده. اگه میدونی تو کامنت برام بنویسی. بدون که فقط ایرادی رو بهش بیاد کنیم، یکم قدر ما بدونیم. در هر صورت ما هم دوره‌ای هستیم. وقتی تا هم میگه هم آهنگ گذاشتی خانواده‌ات راضی نگهداری، هم رفیقاتو که بیاد بالا از سر پوش آلبوم داده مال من فلوش مزددک ولی از شر کوش اتک بخوری فرار در پوش تو مجبوری منو دیس کنی. واقعا بالکن دیگه از کار از فالش خوندن گذشته به خارج خانی رسیده. چیه داداش؟ مثلا کیه این؟ من نمیشناسم اصلا اینا رو. چه اینجوری میخونه؟ اینم از اوناست که میگن اگه خواننده رو حذف کنی تیم موزیک داره فعالیت میکنه. همینا چقدر تیم موزیک داره کارو چند نفره جمع میکنه ولی خواننده یه تنه. کی تمام میشه؟ بس میره. خیش خدا رو شکر بچه‌ها من اینا رو نمیشناسم واقعا. خدایا شکر شد من اینا رو نمیشناسم و به من بچه‌ها معرفی نکنید اگه میشناسید. من دوست ندارم اینا رو بشناسم. یکیه پشت سری داره قلاب میندازه خواننده رو بگیره. راست میگه. چرا اینجوریه؟ چرا میگه چانا نتونست بگیره؟ آقا این چرا اینجوری کرد واقعا؟ پشت سری داره تخمه میخوره. نکن بابا آرومم کن آخه بی تاب دلم. یا پس این اونایی که اتاق خواب ساختن اتاق خوابا رو خراب نکنید، گناه دارن تو این سرما. مردم اونجا اوه همه میخوام با هم بخونن. خب آقا آهنگ کیه؟ بیت 2024 احسان دریادل یا آهنگ خونده یکی دیگه بیوتیفول ناو سال 2015 که نمیدونم کی خونده. حالا ببینیم کی. این آهنگ حتی زاویه دوربینم کپیه بچه. شما کاپی میکنی، ما کاپی نمیخوایم. ماکان بند تقدیم به کودکان عزیز. ماکان بند ثابت کرد که افتضاح چیکار کرده واسه این ماکان. سر این ترک چون بالا پایین میبرم بین علما بحث شده بود که من دارم پلی بک میکنم، میخوام بدون موزیک برم. چه ربطی داره؟ این هنوز باز موزیک داره که بگونم نزنه دیگه. اگه میخوای ثابت کنه که پلی بک نمیخونه چرا میپری؟ مثلا پرشه چی رو داره ثابت میکنه؟ من نمیفهم. بذاریم بیشون چی میخونن.
چرا اینو گذاشتی تو اینستا؟ وای دارم برای گیتاره میسوزه. تو چه دست کی افتاده؟ خوابهای شبانه شما نشانه شخصیت شماست. خوابهای من خلافی کمره برخون دوری کلش لحمه برگشت رفت کفای کفتر منو کفود دیگو والله اکبر خلافی کمره برخون دوری کلش لحمه برگشت رفت کفای کفتر منو کفود دیگو والله اکبر ظاهرم میگن نمیخوره شهر باشم کسی نمیدونه چی بشه دارم رو نمیکنمشون اینتلیجنت خالص پر محتوا ترین رپی که شنیدم. در واقع رپش کردم که برام بگی چیه؟ چه خوندی؟ آره وضع مقابل وضع جامع هر وضعی وضع مقابل خودشو داره هرچی نه تنها ضد خودشو داره بلکه ضد خودشه هستی قائم به اصل تضاد هرچی که میبینی داره متضاد نمیتونی به بی نهایت بدون نهایت به زندگی بدون مرگ فکر کنی مرد چون زن نیست هگل مرد چون زن نیست. وقتی وسط نونوایی یهو میگی برم یه آهنگ بخونم بیام خود لعنت تو مرد چون زن نیست. آقا اینو صحبت کن. لباس اینا نگاه کن. برای اینکه برین کنسرت اینا پولم میدی؟ حال من حال دگرگونی هستن. فقط منتظرم تمام شدی. شبیه ابوبکر بغدادی لباس پوشیدی. چه وضعیت کنسرت های ایران؟ این کیه دیگه؟ من چرا اینا رو نمیشناسم؟ اصلا این رو زمین نیست. اصلا نمیخوام بقیه اینو ببینم. پول دادن رفتن کنسرت این. باورتون میشه بچه‌ها؟ مرسی که بچه‌ها ویدیو رو تماشا کردین. از کانال حمایت بکنین بشین 5000 تا. کانال دوم در مورد سفر حتما چک بکنید. کسایی هم که میخوان ادیت ویدیو رو یاد بگیرن توی اینستاگرام بهم پیام بدن. یه دوره‌ای هستش که 15 ساعت خودم آموزش دادم در مورد کسایی که میخوان با پریمیر پرو بتونن حرفه‌ای ادیت ویدیو رو انجام بدن. تا ویدیوهای بعدی میبینمت.